بعضی برادران سوال کردند که آیا استفاده سوزندارو در روزهای رمضان روزه را می شکند یا نه؟ در این مسئله داملا محمود جان تورجانزاده که از عالمان مشهور و معروف تاجیکستان است یک رساله با نام حکم امپول نزد جمهور تألیف نموده اند که در آن دلیل‌های جمهور علمای معاصر مذهب حنفی و دیگر علمای اهل سنت را جمع‌آوری نموده است. توصیه من برای کسانی که در این مسئله تحقیق بیشتری می‌خواهند این است که این رساله را خوب مطالعه نمایند و از آن بهره‌مند شوند. رساله علمی و تحقیقی و خیلی جالب است. در اینجا از این رساله به طور خلاصه و مختصر حکم سوزندارو را برای روزه‌داران بیان خواهیم کرد. از آن جهتی که سوزندارو در زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و صحابه و یا امامان چهار مذهب وجود نداشت، حکم آن را برای روزه‌داران از قرآن و حدیث و یا از آثار صحابه رضی الله عنهم دریافت کردن محال است. از قرآن و حدیث و آثار صحابه آن اصول و قواعدی که فقها و مجتهدین اهل سنت گذاشته اند، علمای معاصر طبق آن اصول حکم تزریق امپول و یا به اصطلاح سوزندارو را معین کرده اند. از آن جهتی که مسئله سوزندارو مسئله اجتهادی که هست، علمای معاصر در حکم سوزندارو اختلاف نظر دارند. این مسئله را با تفصیل بیان کردن وقتی خیلی زیادی را طلب می کند. انشاءالله مختصرا حکم آن را طبق فتواهای علمای مذهب حنفی بیان خواهیم کرد. در مسئله سوزندارو پیش از همه باید این را بدانیم که تزریق امپول یعنی گذراندن دارو به واسطه سوزندارو به سه نوع صورت میگیرد. یکم، سوزندارویی که در زیر پوست زده می شود. دوم، سوزندارویی که در گوشت زده می شود. سوم، سوزندارویی که در رگ زده می شود. از اینها نوع یکم و دوم یعنی سوزندارویی که در زیر پوست و در گوشت زده می شود، به قول جمهور فقهای معاصر چی از حنفی ها و چی از غیر حنفی ها یعنی علمای سعودی و غیره روزه فاسد نمی شود. اما نوع سوم یعنی سوزندارویی که در رگ زده می شود، فقهای معاصر در آن اختلاف نظر دارند. بعضی از علمای سعودی به این نظرند که سوزندارویی که در رگ زده می شود روزه را می شکند، یعنی مفسد روزه است. اما جمهور علمای معاصر مذهب حنفی به این نظرند که در هیچ یکی از این انواع سوزنداروها چی در زیر پوست باشد و یا در رگ و چی تقویت بخش باشد مثل گلوکوز روزه را فاسد نمی کند. البته این را هم توصیه می کنند که به ضرورت از سوزنداروهایی که انسان را از خوردن و نوشیدن به نیاز می کند پرهیز کنند. اگر آن را بعد غروب آفتاب به تأخیر گذارند بهتر است، ولی فاسد کننده روزه نیست. البته از علمای حنفی هستند عالمانی که نوع سوم را فاسد کننده روزه می دانند، یعنی سوزندارویی که در رگ زده می شود. اما مسئله سوزندارو که اجتهادی هست نباید در آن یک روی و تشدد کرد و نباید یکدیگر را طعن و ملامت کرد. هر کسی به کدام عالمی که پیروی و اعتماد دارد می تواند به قول او عمل نماید. خلاصه طبق فتوای جمهور علمای مذهب حنفی در هیچ یکی از نوعهای سوزنداروها خواه در رگ باشد یا در زیر پوست یا در گوشت یا غذا بخش باشد مثل گلوکوز که انسان را از خوردن و نوشیدن به نیاز می کند، به هر صورت روزه فاسد نمی شود. تحقیق مفصل و ذکر دلیل های مذهب جمهور علمای مذهب حنفی را کسانی که اهل علم هستند می توانند از رساله کلمت القوم فی انجکشن فی الصوم دریافت نمایند.
رساله مذکور تالیف حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمه الله صاحب تفسیر معارف القرآن و صدر مدرسین و مفتی دارالعلوم دیوبند هندوستان می باشد که در اصول فتوا از مهارت فوق‌العاده برخوردار بودند. رساله مذکور با تصحیح حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی طحانوی رحمه الله که از علمای مشهور مذهب حنفی هستند به طبع و نشر رسیده است. مأخذ و مراجع: فتاوای دارالعلوم دیوبند با نام امداد المفتین جلد 3 صفحه 68، امداد الفتاوا جلد 2 صفحه 144، احسن الفتاوا جلد 4 صفحه 422، فتاوای محمودیه، فتاوای رحیمیه جلد 2 صفحه 38، کفایت المفتی جلد 4 صفحه 239، فتاوای منبع العلوم جلد 6 صفحه 176، فتاوای شامی رد المحتار جلد 2 صفحه 107. در همه این کتاب‌های فتوا که در مذهب حنفی معتبر و مشهور هستند به صراحت آمده است که در هیچ یکی از انواع سوزنداروها روزه فاسد نمی شود بجز فتاوای شامی که در آن به صراحت نآمده است، چون که از کتب فتاوای معاصر نیست، ولی از بعض مسائلی که در باب شکننده های روزه بیان شده است مطلب مذکور معلوم می شود. والله اعلم بالصواب.